یک تصمیم کوچک میتونه تمام زندگیت رو تغییر بده. این داستان علیه. علی یک پسر عادی بود. نه خیلی با استعداد، نه خیلی سخت کوش. فقط یک انسان معمولی. هر صبح دیر از خواب بیدار میشد. ساعتها با موبایلش وقت ضایع میکرد و هر روز یک جمله رو تکرار میکرد. از فردا شروع میکنم. اما آن فردا هیچ وقت نرسید. روزها به هفته تبدیل شد، هفته‌ها به ماه. اما هیچ چیز تغییر نکرد. یک روز در صنف استادش او را دید و گفت: علی، لازم نیست در یک روز زندگیت رو تغییر بدهی. فقط روزانه 5 دقیقه روی بهتر شدن خودت کار کن. علی لبخند زد و فکر کرد 5 دقیقه چه فایده دارد. اما همان شب امتحان کرد. فقط 5 دقیقه. یک صفحه خواند. خیلی کوچک به نظر می رسید. اما روز بعد دوباره 5 دقیقه و باز هم 5 دقیقه. کم کم چیزی تغییر کرد. 5 دقیقه شد 10 دقیقه. 10 دقیقه شد 20 دقیقه. علی شروع به یادگیری کرد. کمتر وقتش را با موبایل ضایع می کرد و زمانش را بهتر استفاده می کرد. چند ماه گذشت. علی دیگر همان آدم قبلی نبود. اما سمیر هنوز هم می گفت وقتی وقت مناسب برسد شروع می کنم. سالها بعد علی موفق شد. اما سمیر هنوز در انتظار بود. یک روز سمیر از او پرسید زندگیت کی تغییر کرد؟ علی لبخند زد و گفت هیچ چیز بزرگ نبود. فقط 5 دقیقه. اما من زود شروع کردم. حقیقت خیلی ساده است. موفقیت در یک روز به دست نمی آید، بلکه از کارهای کوچک و مداوم ساخته می شود. حالا از خودت بپرس امروز فقط 5 دقیقه را برای چه چیزی می دهی؟ چون همین تصمیم کوچک میتونه زندگیت را تغییر بدهد. پیام داستان: قدم‌های کوچک هر روز موفقیت‌های بزرگ می‌سازد. اگر از این نوع داستان‌ها خوشتان آمد، حتما چینل ما را سابسکرایب کنید و ویدیو را لایک و شیر کنید.